باردار میشی یا هر بلایی سر زندگیت اومده خودت درست کردی. اگه زندگیت خوبه خودت درست کردی، اگر زندگیت بده خودت درست کردی، چه به لحاظ مالی، چه به لحاظ روابطی، چه به لحاظ ازدواجی، هر آنچه در زندگیت داری خودت درست کردی. الان با 2 مثال برات توضیح میدم. طرف میاد پیش من میگه که همسر من به من خیانت کرد. همسر تو به تو خیانت نکرد، اون آدم خیانتی نبوده. اون آدم با تو ازدواج کرده که حالش با تو خوب باشه، در آرامش باشه، ولی تو انقدر افکارت مریضه که دم به دقیقه زنگ میزنی، چکش میکنی، الو کجایی؟ صدای کیه داره میاد؟ صدای چیه داره میاد؟ چرا دیر اومدی؟ چیکار کردی؟ با کیا امروز بودی؟ نهار چی خوردی؟ شام چی خوردی؟ رئیست چی گفت؟ فلان کارمندت چی گفت؟ دم به دقیقه داری طرف رو چک میکنی. اونم اومده با تو زندگی بکنه، حالش خوب بشه، از دست این چک کردنات حالش بد میشه. بعد جهان کسی رو سر راهش قرار میده که با اون حالش خوبه. بعد با خودش میگه خب من که با این حالم بهتره، من که با این در آرامشم. بعد باعث میشه از تو جدا میشه و میره با اون شخص ازدواج میکنه. بعدها خبر به تو میرسه که آره همسرت با یکی دیگه ازدواج کرده. بعد تو میای میگی دیدی گفتم داشتی به من خیانت میکردی، دیدی گفتم فلانی داشت به من خیانت میکرد، و شروع میکنی به اثبات باورهای خودت. تو این بلا رو سر زندگیت آوردی. تو قبل از ازدواج، قبل از اینکه با اون همسرت ازدواج بکنی، کلی باورهای مخرب داشتی. با باورهای مخرب رفتی سراغ ازدواج که مردا اینجورین، که زنا اونجورین، زندگی کن نیستن، خیانتکار هستن و هزاران افکار منفی. تو به زور و با پافشاری خودت کاری کردی که شرایطی رو که دوست نداری وارد زندگیت بشه و جهان آینه توه. جهان فقط به باورها و افکار تو پاسخ میده و کاری میکنه که این افکار سمیت در زندگی تو پدیدار بشه و بعد میای میگی که استاد فلانی به من خیانت کرد. اون خیانت نکرد، تو خیانت کردی. تو در افکارت خیانت رو شروع کردی. قرار نیست تو خیانتکار باشی، تو در افکارت فیلم رو ساختی، سناریو رو نوشتی، بازسازی کردی، ویراستاری کردی، در افکارت هزار بلا آوردی سر خودت و سر همسرت و جهان کارش اینه که افکار تو و باورهای تو رو به تو ثابت کنه و جهان کارش افکار تو و باورهای تو رو به تو ثابت. برای جهان فرقی نمیکنه که تو چی میخوای. هر آنچه را که در ذهنت به پرورانی به زندگی تو میاره به حالت فیزیکی. این به لحاظ روابطی بود. به لحاظ مالی هم همینطور. ببین تو در ذهنت نسبت به مسائل مالی چطوری هستی. دوباره میخوام برم سراغ روابط بین مادر و دختر، روابط بین مادر و پسر، روابط بین پدر و فرزند. نمونه داشتیم، هست دیگه، کسانی از دانشجوها که میان از من مشاوره حضوری میگیرن خیلی از این مسائل دارن. میاد میگه استاد فرزندم، حالا چه دختر چه پسر، به راه بد کشیده شده. میگم این به راه بد کشیده شدن رو تو باعث شدی، اون باعث نشد. تو شروع کردی از 9 سالگی، 11 سالگی، 10 سالگی، 12 سالگی تو مخ این فرزندت، حالا چه دختر چه پسر، رفتی گفتی، تو مخش میری دیگه، بهش میگی که آدما بدن ها، بهشون اطمینان نکنی، یا اگه یکی حرفی زد فلان نکنی، یا اون میخواد بلا سرت بیاره، اون میخواد تو رو فلان بکنه، اون میخواد تو رو اخفال بکنه، اون میخواد تو رو اینجوری کنه. بعد میرسه دختر خانومت به 16 سالگی، 17 سالگی، یه روز به صورت اتفاقی دیر میاد، تو شروع میکنی با توپ پر افکار منفی خودت رو خالی میکنی تو ناخودآگاه اون. کجا رفته بودی؟
با کدوم دوستت رفته بودی؟ رفته بودی پسربازی؟ رفته بودی دختربازی؟ رفته بودی خلاف کنی؟ رفته بودی فلان کنی؟ باردار میشی یا ال میشی یا جیمول میشی یا مردم اینجورین، پسرها اونجورین، دخترها اونجورین، تو تله میافتی یا و هزاران افکار مخرب خودت رو در ناخودآگاه پاک و تمیز و مطهر اون فرزندت که مثل دسته گل هستش خالی میکنی و چند سال بعد این نتایج به زندگیت وارد میشه. دختر خانم تو، آقا پسر تو وارد یک رابطه اشتباهی میشه و یک سری مسائل نامشروع به بار میاد. حامله میشه، بار حمل میشه، بچه‌شو میندازه، چه دختر چه پسر. هر کدومشون به یک نوعی وارد یک رابطه اشتباه میشن و دستاورد بدی رو هم برای خودشون درست میکنن هم برای تو. دردسرش مال توی والدین میشه، مال توی پدر و مادر میشه. از کجا به اینجا رسید؟ افکار تو انقدر سمیه، انقدر مخربه، انقدر داغونه که این افکارت رو به فرزندت دادی. البته ناگفته نموند افکار خودت هم از خودت نیومده ها، از جامعه بیرونت اومده. به خاطر همینه من همیشه میگم بچه‌ها ببین کانون توجهت رو چیه. کانون توجهت رو نکات مثبت جهان هست یا رو نکات منفی جهان هست. من یه پستی درست کردم راجع به این که یکی میگه جهان فقط بدبختیه، فقط فلاکته، فقط نامردیه، فقط اتفاقات بده، ولی یکی دیگه میگه نه، جهان جای خوبیه، جهان آدمای خوبی رو داره، جهان بستریه برای موفقیت من. جهان یه جهانه، دیدگاه ها فرق میکنه. تو هر کدوم این دیدگاه ها رو داشته باشی، جهان موظفه دیدگاه تو رو به تو نشون بده. به خاطر اینکه بیشتر با من و با پیج من آشنا بشی ازت خواهش میکنم برو 8 پست آخرم رو ببین، چون خیلی کدها و آگاهی ها به لطف الله یکتا به زندگیت اضافه خواهد شد. و حتما برو هایلایت نتایج دانشجوهای عزیزم از قسمت 1 تا قسمت 15 رو ببین تا متوجه بشی که دانشجوهای عزیز من چقدر راحت با آموزش هایی که من در اختیارشون میذارم به راحتی تونستن به دستاورد برسن. هر کدومشون یه هدفی رو تو زندگیشون داشتن، یکی مالی بود، یکی روابطی بود، یکی ازدواجی بود، یکی گسترش کسب و کار بود. هر کدومشون به یه طریقی به هدفشون رسیدن. عاشقتونم، دوستتون دارم. خیالت راحت رفیق. خدا با ماست.